الله العلی العظیم. خب حلول رجب رو که به همراه خودش و در درون خودش موالید بسیار مبارکی رو هم به همراه دارد که آغازش با ولادت امام باقر سلام الله علیه و روزهای پایان و از ماه شعبان آمادگی بیشتری پیدا بکنیم برای ورود به ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان ان شاء الله تبارک و تعالی. در همین ماه هم ولادت با سعادت امام جواد سلام الله علیه رو هم داریم. به همین مناسبت یک حدیثی از اون وجود بزرگوار تحت عنوان 5 اصل اخلاقی حیات بخش از زبان امام جواد سلام الله علیه رو تقدیم محضرتون میکنم. قال رجل له علیه السلام اوصنی. شخصی به امام جواد سلام الله علیه عرض کرد که ابن رسول الله نصیحتم کن، وصیتم بفرما. حضرت در مقام جواب فرمود قال علیه السلام و تقبل. آیا اگر من نصیحتت بکنم قبول میکنی؟ خیلی نکته است، چون خیلی ها فقط سخنان دیگران را از یک گوش میشنوند، از گوش دیگر در میکنن، این حرفا رو نمیپذیرن، این حرفا رو به مقام عمل بر نمی آورن. امام وقتی درخواست میکنه میگه به تقبل، آیا حرفای من رو هم قبول میکنی، عمل میکنی؟ شخص عرض کرد قال نعم، بله این تعهد رو به شما میدم، آنچه را که شما بفرمایید من از صمیم قلب قبول کنم و اینها را به مقام عمل در بیارم. پس گویا ما امروز پای وعظ و نصیحت امام جواد سلام الله علیه میشینیم. عزیزان سعی بکنیم در زندگی اهل موعظه باشیم، موعظه پذیری باشیم، نصیحت دیگران رو بپذیریم. باز در یک روایتی خود امام جواد میفرماد المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. هر انسان مؤمن احتیاج به 3 چیز داره. یک، توفیق از طرف خدا. بله، اگر چیزی بالاتر از توفیق بود، بر اساس اون دعای منسوب به امام زمان بیان میکرد. اولین خواسته امام زمان از خدا اللهم ارزقنی توفیق. بله، توفیقت طاعه. انسان از خدای متعال توفیق رو بخواد، تو همه کار او رو موفق بداره، چون تا توفیق الهی نباشد انسان تو کارها موفق نمیشه. دوم فرمود و واعظا من نفسه، پندگویی از درون جان خودش داشته باشه. خودتو نصیحت بکن، خودتو نصیحت بکن. علمای اخلاق از او تعبیر میکن به حدیث نفس. حدیث نفس 24 ساعت گاهی خود نیم ساعت خلوت کن. بله، خودت با خودت صحبت بکن. من کی هستم؟ چون هیچ کسم بهتر از خودت رو نمیشناسه. ان الانسان علی نفسه بصیره. من خودم رو از همه کس بهتر میشناسم. شد؟ چون شما الان از درون من آگاه نیستید، ولی من از درون خودم آگاهم. خیلی نقطه ضعف دارم که شما اصلا نمیدونید. چرا؟
چون شما تو خلوت من نیستی، ولی من به خلوت خودم آگاه هستم. یه حرفا که میزنم از سر چیه؟ بله این اقدامی میکنم به خاطر چیه؟ شاید شما در ظاهر بگید کار خیلی خوبیه، اما از باب انما الاعمال بالنیات شما به نیت من آگاه نیستی، ولی خودم به نیت خودم آگاه هستم که چرا این حرفو میزنم، چرا این کار انجام میدم، چرا فلان جلسه میرم، چرا فلان مجلس نمیرم. دقت کردید؟ و واعظ من نفسه. سوم فرمود و قبول من ینصحه، نصیحت نصیحتگر رو قبول میکنه. باز دقت کنید روایت نمیگه قبول کند حرفی که دیگران میزند، نصیحتی که دیگران. فرق است بین نصیحت و حرف زدن. نصیحت خیرخواهیه. تعبیرات تو روایات آیات دقت کنید. و قبول من ینصحه، نصح یعنی خیرخواهی. پس کسی داره خیرخواهی تو رو میکنه، نصیحتت میکنه، نصیحتش رو قبول بکن. و یه روایت دیگر باز امام باقر میفرماد من لم یجعل الله له من نفسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. اگر انسان از درون خودش واعظ خودش نباشه، نصیحت دیگران در او اثری نخواهد داشت. پس بنابراین بیاییم نصیحت کنیم خودمون رو. حالا پای نصیحت امام جواد بنشینیم. از کردم این ماه رجب و شعبان و رمضان یک فرصت طلایی است برای خودسازی. بله تاجرها یک روز از سال رو قرار میدن حسابرسی میکنن از تجارت یک ساله خودشون که ببینن ضرر کردن، سود کردن، وضعیت مالیشون چطوره. ما هم بیاییم واقعا یه حسابرسی از خودمون بکنیم. ماه رجب ها اومد و رفت، ماه شعبان میاد و میره، ماه رمضان ها میاد و میره. این دقیقا عمر من شما دار میره. بیاییم چه کار میکنیم؟ امام سلام الله علیه 5 اصل اخلاقی حیات بخش رو که طرف وقتی تقاضای وصیت میکنه ازش امام میفرماید اگر قبول میکنی من بهت بگم. طرفم قول داد که قبول کند. 1 اول فرمود توسط صبر با سین. توسط یعنی بالش قرار بده، متکا قرار بده صبر رو برای خودت. بله شما تو یک بستری اگر میخوای بخوابی زیرانداز باشه، رو اندازم باشه، اما این سر آرام نباشه اون استراحت لذت بخش نیست. دقت کردید؟ این بالش رو که نظاره میفرماید که اگر میخوای در سیر سلوک موفق بشی، چطور انسان برای آرامش نیاز به بالش داره، برای آرامش روحی و سیر سلوک هم نیاز به چی داری؟ صبر داری، استقامت داری. بله حتما انسان باید در مسیر بندگی اهل صبر و استقامت باشه. هست یا نیست؟ صبر در چی؟ خودشون فرمود صبر در طاعت. آیا در اطاعت بندگی خدا نیاز به استقامت داریم یا نداریم؟ بله خیلی سخته. حتما ما مقاومت، چون شیطان میخواد ما را نبل مکین، شرافت هر مکان به صاحب مکانه. کربلا تا قبل از حسین ابن علی یه بیابان بوده. از وقتی وجود مقدس و اصحابش
رفتن اونجا شرافت پیدا کرد. دقت کردید؟ چرا اون طرف کربلا این شرافت رو نداره؟ به قول یکی از بزرگان، این ذریح ائمه معصور به امامزاده ها پیش از اینکه ذریح بشه چی بوده؟ یه آهنپاره بود، کسی اعتنا نمی کرد. اما اگه همین شده ذریح قبر امام رضا، شما زحمت میکشید، جمعیت رو کنار میزنید تا یه دست به این ذریح بزنید، این ذریح رو ببوسی. چرا؟ چون میگه الان منتسب به امام رضاست، منتسب به امام حسینه. امام جواد میگه اگر راه میخواد پیدا کنید، این شهوات رو از خودت، نمیگه شهوت رو، شهوات، انواع و اقسام، هر میل غیر خدایی رو میگن شهوت. هر میلی که عقل او رو امضا نکنه میشه شهوت. درست شد؟ به بعد دیگه هر چیزی که در او خواست خدا نباشه میشه خواست من. خواست من میشه شهوت. چرا این حرف زدی؟ دلم خواست. نمیگن؟ چرا کار انجام دادی؟ دلم خواست. چرا سیگار میکشی؟ ضرر داره. دلم میخواد. ای دلم میخواد، دلم میخواد، دلم میخواد. بله؟ صاحب دل یعنی خدا رو گذاشتی کنار، رفتی دنبال دل. این دل آدم ها یه بار شد اینجا به شما گفتم، طرف تخم مقدس بود، سرآخر شده شتر دوست. چرا؟ دل خواست. خلافا از جای کوچیک شروع میشه، اما به شیطان به همون کوچیک بسنده نمیکنه. پس آدم تا میتونه، خدا رحمت کنه حضرت امام رو گفتن که وقت یه هندونه خرید براش آوردن، هم رسیده بود یعنی رنگش قرمز بود، هم خیلی شیرین بود. یه مقدار خورد، دید کیف میده بهش دلش، یه مقدار نمک ریخته تو اون، بقیه رو با چی خورد؟ چرا؟ چون گفت نمیخوام، به خاطر دل باشه. این اولیاء الهی حتی خوراکشان هم برای رضای خداست، نه به خاطر کیف دادن دل. خوابیدنشان هم برای خداست. پنجم، و خالف الهوا، با هوای نفست هم، چون اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. بعد سرآخر حضرت وقتی این جو گفته، پنجمی رو میگه. پنجمی خیلی سخته عزیزان. فرمود وعلم انک لا تخلف من عین الله. آی کسی نصیحت میخوند، یقین بدار که تو از چشم خدا مخفی نیستی. جایی نمیتونی پیدا بکنید که اونجا خدا نباشه. پس همیشه در محضر خدا هستی. بعد یه جمله عجیب، فانظر کیف تکن. فانظر کیف تکن. پس نگاه بکن در چه حالتی هستی. وای، خدا نکنه خدا انسان رو در حال معصیت بگیره. بله؟ فانظر کیف تکن. همین جمله امام جواد انسان نصب العین اعلم انک لا تخلف من عین الله. یقین بدار لحظه ای از چشم خدا مخفی نیستی. فانظر کیف، بفرمایید، تکن. بهار الانوار جلد 75 صفحه 358. یک مرور بکنیم. 5 تا نصیحت. 1. صبر رو بالش خودت قرار بده. فقر رو در آغوش بگیر. شهوات رو از خودت دور کن. با هوای نفس مخالفت بکن. 5. خود را در محضر
خدا ببین. همون که حضرت امام فرمود عالم در محضر خداست، پس در محضر خدا معصیت نکنیم. خدایا به حق جواد الائمه قسم میدهیم راه و رسم بندگی